کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی اوستارو هی تعبیر کردم ویل آیاتی مجلا رو روایت های موسی و تاریخی مسیح رو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو گه جستم بی محزنهای درینی خراسانش گه از واژه‌نامه‌های سوخت و عهدی ساسانش گه از لابلای دفتری خاورچین آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش گیاهی معرفت میخورد نقشی فداکارش سخن می‌لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردون میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت برون کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش میشود نورک و روحش میشود روح کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش میشود نورک و روحش میشود روح بله وخیا چونین یک انتخابی خاکی یزدان است بله وخیا چونین یک سرزمینی راد بردان است که هر برجی بلندش محوری
وخشورمو میتاجی کیستونه اگر مبایی آدم نیست پس مبایی انسان است کی وقت یا مادری وخشورمو میتاجی کیستونه کی وقت یا مادری وخشورمو میتاجی کیستونه